يا رسول الله وقدوتنا. از ابن عباس خداوند از او راضی باد روایت است که گفت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند دوزخ به من نشان داده شد که دیدم اکثر اهل آن زنانی اند که کفران یعنی ناشکری کردند. کسی پرسید آیا به خدا ناشکری کردند؟ فرمودند نه، ناشکری شوهر را کردند، ناشکری احسان را کردند. اگر تمام عمر به یکی از اینها احسان کنی و چون از تو اندک تقصیر یعنی ناخوبی کمبودی ببینند میگویند من هیچگاه از تو خوبی ندیدم. خواهران عزیزم، ببینید در این حدیث خیلی وعیدی سخت آمده است برای ناشکری کردن به شوهر. از این عملی بد دست کشید تا نجات یابید. فریفته این دنیا مشوید و حب دنیا را از دلتان خارج کنید و شکرگزار باشید به آن نعمت هایی که شوهر برای شما عطا می کند. خداوند می گوید لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شما شکرگزار باشید به درستی که من زیاد می گردانم. ولئن کفرتم این عذابی لشدید. و اگر کفران نعمت کنید به درستی که عذاب من سخت است. خواهران عزیزم، شکر شوهر را به جای آورید و رازگی او را به دست آورید. این عملها آسان می گردانند در آمدن شما را به جنت. تسر أسارير وجه صبي سبيل الدموع سبيل